روزه میگرفت یه رفیق مداد داشت، هر سال میومد براش میخون، خوبم میخون، اینم ذوق میکرد. زد و رفیقش معروف شد، دم روزش رسید زنگ زد فلانی امسالم میای، معروف شدی؟ گفت آره بابا روزه خودمه. تبلیغات این ور اون ور، شب روزه رسید این خوننده هم اومد خون، ترکون به قول ما مجلس رو هوا، اومد بیاد بیرون، یه پیرزن دنبالش دوید. حاجی تو روزه میخوندی؟ برگشت گفت آره مادر. گفت دستت درد نکنه، خیلی با روزت گریه کردم. گفتم یا علی مادر. گفت وایسا ببینم منم یه روزه دهگی دارم، میای روزه من بخونی؟ یه نگاه کرد گفت مادر منو میشناسی؟ گفت من کار به اسمت ندارم، خوب روزه میخونی. منم هر کسی رو روزم نمیگم، روزم 50 سال است. گفتم مادر من تا 12 شب روزه قول دادم. گفت طوری نی 12 به بعد بیام. گفت نه نیومد تو دهنم. آدرس رو گرفتم، شب اول 12 شب رفتم پرسون پرسون کوچه بس کوچه ها، رسیدم کوچهش دیدم کوچه رو آب و جارو کرده، دم در وایساده انگار دنیا رو بهش دادی. سلام حاجی. رفتم بالا جلسه، قبلیام قوقام، رفتم بالا دیدم 4 تا پیرزن یه صندلی شکسته. به خودم گفتم ببین آخر کاری کجا اومدی؟ دیگه حالا اومدم بذار بخونم. نشستم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم چه صدا گریه ای میاد. گفتم حتما روزه ها قبلیه، حال و هوایی که دارم تموم شد. فردا شب پس فردا 4 5 شب گذشت، دیگه روزه هم 2 نصف شب تموم میشد. گفت روز آخرم تموم شد، خسته بودم. گفتم دیگه ولش کن پیرزنه رو، خبری هم نی اونجا، برم بخوابم فردا روزه دارم. گفت رفتم خونه خوابیده و نخوابیده، دیدم یه خانوم جلوم وایساده، چون روزه خون بودم شناختمش. خانوما گفت دیدم کمرش خمه، آی چادرش خاکیه. گفتم زهرا اومده به هم ایوالله بگم سلام مادر. گفت دیدم جوابمو داد روشو برگردون. مادر خبتی ازم سر زده، چرا سر برگردوندی؟ فرمود چرا روز ما رو نیومدی؟ گفتم کدوم روزه؟ از صبح دارم برا بچت میخونم. کدوم روزه؟ گفت اون روزه پیرزنه، من هر شب میومدم پا روزن. امشب برات مهمون آوردم، عباس اومده بود. گفت پریدم از خواب، سریع
لباسمو پوشیدم 3 نصف شب، خودمو سراسیمه رسوندم به همون محل روزه، دیدم پیرزن دم در خوابش برده. مادر چشماشو وا کرد، گفت میدونستم میای، سپردمت به مادره. و رفتم بالا دیدم همه رفتن، نشستم رو صندلی. السلام علیک یا ابا. بیبی غلط کردم، گفت دیدم دوباره صدا گریه بالا. خانوما اگه دیدید یه خانم غریب است جوونه اما مثل پیر زنا راه میره، سلام ما رو به زهرا